سلام، اومدم یه ویدیو دیگه از کانتر براتون نشون بدم که حالا بهتون میگم مثلا با اسنایپ با کلاش اینا چطور خط بگیرین یا کجاها وایسین. بذارین برم داخل بازی. مرحله داستو که معروف ترینشه، بذارین کل مپ رو بیارم. چرا مپ بازش نداره؟ بازش اینا هاشش بیگ دزرت، اسمش توی کانتر 2 موبایل دزرته. و الان میرم سیتی. بذارین خطای سیتی رو بهتون بگم. بذارین یه 2 دست بازی کنیم تا پول برامون جمع بشه. از ای اگه نیان دو نفر دیگه موندن، اون 2 نفرم بزنیم. اونا احتمالا از وسط یا پله رفتنه. اینها یکیشون اینجاست، منو کشت. بذاریم بریم دست بعدی. خب تا بهتون بگم مثلا با اسنایپ کجا خط بگیرین. 3500 فعلا سوزنی میگیرم برای مثلا در بی. اول اینکه برای دالون بی از اینجا خط بگیرین اگه میتونین. اینجا بهترین خط اینجاست. برای در وسط باید از اینجا خط بگیرین. تو داستان اصلی و تو کانتر سورس و چیز از اینجا خوب میتونین خط بگیرین. الان اینجا سقفش یکم بلنده، یعنی زیادی پایینه و اینجا ارتفاعش بالاست، برای همینی که خط نمیشه گرفت. برای در A میتونین از اینجا خط بگیرین یا از این کنج خط بگیرین. در A زیاد مشکلی نداره، مثلا از اینجا از این پایین خط بگیرین دیگه. دوباره برای در A از اینجا میتونین خط بگیرین. ولی برای اسنایپ زدن باید سرعت عملتون خیلی بالا باشه. دوباره از اینجا میتونین خط بگیرین دیگه. برای اون سمت مثلا از اینجا خط بگیرین دیگه، از تو رمپ خط بگیرین. حالا از برای ترور بود، حالا برای سیتی از این سمت مثلا در ای خط میگیرین. چون سوزنیه زیاد دقیق نمیزنه. رو تیر خودکاره، برای همین دقیق میزنه. در ایو باید بیشتر از همینجا با اسنایپ خط بگیرین. بعد دوباره برای پله از این سمت خط میگیرین. برای وسط از اینجا خط میگیرین. و اینکه بعضی وقتا یکی این گوشه وای میسته. الان اسنایپر دیدین که اومد من اینجوری زد. و الان یه نفر دیگه مونده و این یه نفرم که بمیره، اگه بمیره خوبه. خب اسنایپ برداشته. بذارین حالا برای داخل بیا بهتون بگم. او در وسط بذارین. الان فعلا دوباره اومدیم ترور. از همینجا
خط وسط رو میگیرم. خط وسط کسی نیومد. خط A که کسی نیومده، بریم برا اینجام برا ترور. خیلی عالیه که اون بالا رو بخواین بزنین. نگاه کنین توی کانتر 2 موبایل میبینی که نشونش خودش نزدیک و دور میشه، خودش دور و نزدیک میشه، حتی تیر خودکارم داره. الان وسط میزنم، اینه که زدمش. خب الان اینم خورد. و حالا وقتی سیتی بودین از این سمت میاین برای در وسط از اینجا میزنین و خط اینجا رو میتونین بگیرین. از این سمت باید بزنین اینجا، و اینکه برای خط B از سیتی که اومدین اینجا خط اینجا رو میگیرین دیگه. حالا سیتی که اومدین الان میبینین که برای خط پله از اینجا میگیرم، دیدین که اونجا خطش خیلی خوبه. این برای اسنایپ. تو ویدیوی بعدی براتون در مورد کلاش توضیح میدم. حتی تو استخری سورس هم میتونین برین که اونجا جاش خیلی خوبه. و اینکه دیگه همین خطای اسنایپی که وجود داره همین هست. حالا بریم سراغ کلاش. البته ویدیوی بعدی باید نگاه کنین که کلاش رو بفهمین از کجا باید بزنین. و اینکه سیتی چه خوبیایی داره، ترور چه بدیایی داره. و دیگه هیچی. ویدیوها رو لایک کنین که ویدیوهای بیشتری هم براتون بذارم. ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا میکنین.